خوشگل. سلام. از امروز پنجشنبه که مصادف با اربعین حسینی دارم سینی ها رو تکمیل میکنم. اینا تکمیل شدن، باید دارم سینی سلطان مونده که اینو الان با هم دیگه میخواییم کامل کنیم. بیایید با هم کاملش کنیم. نگاه کنید حجم مغزی که توی ترافل شکلاتیمون هست. سینی سلطان یکی از پرطرفدارترین سینیامونه، چون که اکثر طعما رو داره و میشه گفت یک سینی مزه است. ببینید بچه حجم گردویی که توی ترافل شکلاتی تلخیمونه. الان کارامون رو پرمغز درست میکنیم، چون که مشتریامون کارامون رو با این روش و این صورت شناختن، یعنی پرحجم میشناسن ما رو، پر از مغز رو اینا. خب حالا اینجا الان میام ترافلای آجیلی میذارم. نگاه کنید حجم گردو، ترافل گردو اینا پر از مغزه. هزینه واسه اصلونه خیلی میبرن و اینا. بچه ببینید ترافلای پسته ایمون، ببینید حجم پسته‌شون. خب الان دیزاینش رو انجام بدم. ببینید چقدر خوشگله، پر از مغز و پر از خوشگلی و زیبایی. الان دیزاینش رو کامل میکنم و بعد نشون میدم. الان دارم دیزاینش رو انجام میدم و خیلی عجله دارم چون که باید بفرستمشون. ساعت 3 سفره‌شونه و سریع ارسال بشن. الان ببینید این سینی سلطان حدود 80 نفر رو ساپورت میکنه. ببینید همینقدر خوشگل و زیبا و ناز و مجلسی. خب الان تلفن کشی میشه و میره.